در محرم سال 1352 تلخ‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران در 11 تا سینما همزمان اکرانش رو شروع کرد. تنگنا، فیلمی ساخته امیر نادری، اغراق‌آمیز راجع به خشونت، خشم و احساسات‌گرایی در کوچه پس کوچه‌های تهران. نویسنده و کارگردان امیر نادری، تهیه کننده علی عباسی، بازیگران سعید راد، نوری کسرایی، مهری ودادیان و عنایت بخشی. موسیقی فیلم هم به عهده اسفندیار منفردزاده بوده و به حق که بهترین آهنگ فریدون فروغی هم یعنی فریادرس توی این فیلم سر جاش نشسته و بسیار زیبا کرده اون سکانس مخصوص فریادرس رو. قصه فیلم از این قراره که توی یک سالن بیلیارد علی خوشدست یعنی سعید راد با دوستاش دارن بازی میکنن. وقتی که 3 تا برادر رو میبره و اونا پولش رو نمیدن با هم دعواشون میشه و ناخواسته علی خوشدست یکی از برادرها رو با چاقو میکشه و پا به فرار میذاره. وقتی که پا به فرار میذاره پلیس و مردم و این 3 تا برادر میریزن دنبالش تو کوچه پس کوچه های تهران. این علی رو در تنگنای شدیدی قرار میدن و تیر به پاش خورده، مادرش رو اذیت میکنن، برادرش رو کتک میزنن، خواهرش رو کتک میزنن و با نامزدش توی کوچه پس کوچه ها دنبال 2000 پوله که بتونه خودش رو رها کنه و فرار کنه از اون مهلکه، خودش رو نجات بده. باید فیلم رو ببینید. رنگ به روت نمونده. پاتو کجا زدی؟ خون. چیزی نیست، تصادف کرد. خدا بهم رحم کرد، نزدیک بود پارک از بین برم. ولی این خیلی ناجوره. کی تصادف کردی؟ چی کار داشتی میکردی؟ میدونم بابا. نشد یکم زندگی تو رو برا کنی؟ آخه اینطوری که نمیشه محض رضای خدا همیشه یه چیزی هست. منو بگو دست چه آدمی افتادم. دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد رسی نیست، آسمون ابری شده، دیگه خار و خسی نیست. ماهی از پاشور بیرون افتاده، شاپرک ها پراشون زخمی شده. این خاطره سعید رادم قابل توجهه که میگن که وقتی به امیر نادری کارگردان گفتن که توی این صحنه‌های بزن و اکشن فیلم ممکنه صورت من زخمی بشه، خون بیاد یا دستم خراشیده بشه یا توریم بشه، گفته که سعید جون اصلاً برام مهم نیست و پلان من مهمه و باید تو این کار رو دقیق و درست انجام بدی و چون بدن من منعطف بوده من تونستم از اون صحنه‌ها سربلند بیرون بیام و سکانس‌های خوبی در اومد. اما با تمام این اوصاف وقتی بررسی میکنیم آگهی‌های استخدام و کاریابی اون موقع رو میبینیم، میفهمیم که بالاخره به اندازه کافی کار وجود داشته که جوانهای اون موقع مشغول کار باشن، قهرمان زندگی خودشون و خانوادهشون باشن، اما کارگردانها و هنرمندها سعی میکردن برای اینکه شاید خودشون رو مطرح کنند یک مسائلی رو غلوف کنند و بزرگتر نشون بدن و جامعه رو اینجوری خشن و بد نشون بدن.